اومدم. درود بر شما. خب اولا من خیلی تشکر میکنم که امروز این فرصت رو به من دادید که سر یک موضوع بسیار بسیار مهم که در جنبش ضد جمهوری اسلامی و آینده ایران یکی از مکاتب فکری کاملا مطرح هست و در بین فرهیختگان ایرانی، در بین تحصیل کرده های ایرانی، روشنفکرها و غیره جایگاه ویژه‌ای داره، طرفدارانی رو داره. بخش مهمی از کسانی که امروز از این ایده سوسیال دموکراسی دفاع میکنن از نهله‌های دیگه میان، به خصوص از مارکسیستایی که تغییر موضع دادن و در نتیجه ما سعی میکنیم که به همه این جوانبش تو این صحبتی که امروز میکنیم توجه بکنیم، جایگاه اونها رو اول روشن بکنیم که کجا ایستادن، از کجا میان، کجا ایستادن و برنامهشون برای تغییر در ایران چی هست و اینکه اساساً آیا برنامه‌ای که ارائه میدن بر اساس یک تحلیل استخوندار و واقعی از اوضاع ایران استوار هست یا نیست. این خیلی مسئله مهمیه، چون یکی از اتهاماتی که دقیقاً همین گرایش به ماها کمونیستا و سوسیالیستای انقلابی میزنن اینه که شما آرمانگرایید، به توازن قوا توجه ندارید، واقعیت‌های ایران رو نمی‌بینید و در نتیجه یک سری به اصطلاح ایده های دست نیافتنی رو مطرح میکنید که هرگز بهش نخواهید رسید و ما رو متهم به این میکنن که نظرمون از تحلیل طبقاتی در ایران و توازن قوای طبقاتی در ایران به کلی هپروتی و نادرسته. در بسیاری از جاها، در بسیاری از بحث‌ها، حتی جایی که خیلی جدی هستن، معمولا وقتی به گرایش فکری ما مارکسیستای انقلابی، کمونیستا و سوسیالیستای انقلابی میرسن، حتی میشه گفت که حالت تمسخر هم داره. یعنی انقدر از خودشون مطمئن هستن و به تحلیل خودشون اعتقاد دارن که گرایشی رو که بخش بزرگیشون، تکرار میکنم، از اون اومدن رو به سخره میگیرن. ما امروز سعی میکنیم که نشون بدیم اولا این سوشال دموکراسی از کجا میاد و الگوهایی که در اختیار ما قرار میده چه جوری هست و اینکه برنامه‌ای که ارائه میده واقعا چی هست. و اون وقت من ثابت میکنم اینجا که اتفاقا برنامه‌ای که این دوستان ما که در مبارزه ضد دیکتاتوری، در مبارزه برای آزادی‌های سیاسی و مدنی کاملا با ما همجهت و همجبهه هستند، اونجایی که مسئله تغییر جدی در جامعه میرسه، فاقد هر نوع ارزیابی جدی از اوضاع طبقاتی در ایران هستند و برنامه‌ای رو ارائه می‌کنند که نه سوژه پیشبرندش روشنه و نه ائتلافات طبقاتی که با بالایی‌ها میخوان ایجاد بکنن درش صراحت داره. و از این زاویه از پیش بگم برنامه سوشال دموکراسی در کلیت خودش، چون ببینید یه چیزی رو هم روشن بکنیم اینجا، همونطوری که گرایشات سوسیالیسم انقلابی و کمونیستا شق شقه از جگر زلیخاست به قول معروف و گرایشات مختلفی هست، سوسیال دموکرات هم همینجوره. یعنی انواع گروه‌های لاییک جمهوری خواه سوسیال دموکرات و غیره رو شما میتونید ببینید. وقتی ما میگیم سوسیال دموکراسی مجموعه‌ای از اینهاست، همونجوری که وقتی میگیم سوسیالیستای انقلابی و کمونیستای انقلابی ما مجموعه‌ای از این نیروها و محافل و ایده های مطرح شده رو میگیم. طبیعیه که وقتی اینطوری بخوایم برخورد بکنیم به یک نحله ویژه برخورد نمی‌کنیم. مخرج مشترکی که اینا با هم دیگه دارن مد نظر داریم و آبشخور مشترکی رو که اینها دارن داریم. همونطوری که به خودمونم که برخورد می‌کنیم وقتی میگیم کمونیستای انقلابی، یک مجموعه ای رو در واقع در نظر می‌گیریم و به اون برخورد می‌کنیم. در نتیجه من توی صحبت خودم به هیچ وجه این یا اون جریان ویژه رو خطاب قرار نمیدم. اون مخرج مشترک بزرگی رو که اینها دارن رو مد نظر دارم و اون وقت طبیعیه که در موقع برخورد نمونه هایی که ویژه‌ای رو که بخوام بدم، طبیعیه که اینها رو باید به طور مشخص رو برخورد کرد. ممکنه اسم ببرم از این یا اون گروه یا فرد، باز این به این معنی نیست که من این گروه یا اون فرد رو نماینده کل سوسیال دموکراسی میدونم. نه، در اون موردی که دارم مثال میزنم، اونی رو که بهتر از همه میتونه نظر من رو به خودش معطوف بکنه و بیانگر اوضاع باشه رو انتخاب کردم و راجع به صحبت میکنم.
اولین نکته مهمی که هست اینه که سوسیال دموکرات های ما وقتی که به ما میرسن میگن که تجربه شما شکست خورده است. از توی انقلاب اکتبر یک هیولای دیکتاتوری بیرون اومد، از توی اون یک حزب دولت بیرون اومد و از توی اونها برژنف و غیره اینها اومدن، بعدم دیوار برلین و غیره این حرفا، که این هم هیچ گسستی توش نمیبینن. یعنی اتفاقاتی که این تو افتاده رو مطلقا روش دست نمیذارن. باشه، ما اصلا وارد این بحث نمیشیم. این بحث ما هفته دیگه است توی انقلاب اکتبر که نشون میدیم چرا گسست‌های بسیار جدی اتفاق افتاده. انقلاب و ضد انقلاب کارگری سوسیالیستی با هم در جدال بودند و یه سری شکست‌ها و پیروزی‌هایی داشتن، ولی در مجموع تجربه‌ای که به نام سوسیالیسم روسی معروف شد که حزب دولت باشه، تجربه شکست خورده. ما اینو میپذیریم. ولی سوال ما از دوستان سوسیال دموکرات اینه که شما چی؟ کدوم یکی از کسانی که در آموزگاران بزرگ سوسیال دموکراسی مثل کاوتسکی، مثل برنشتاین، آدمایی که اون موقع بودن، مدل کدومی که از اونها پیروز شد؟ مگر اونا نمیگفتن که شما با انقلاب میخواید برید به طرف با قهر و خشونت میخواید برید برای انقلاب اجتماعی؟ و ما میگیم سوسیالیسم رو به تدریجی باید برقرار کرد. در کدوم کشور دنیا، در کدوم جغرافیای کره خاک سوسیالیسم از طریق تدریجی برقرار شد؟ کدوم؟ کجا؟ به ما نشون بدید. تئوری برنشتاین و کاوتسکی، احتراز از انقلاب قهرآمیز اجتماعی و اون مخالفتایی که پرچم حقوق بشر رو موقع انقلاب اکتبر بالا بردی و گفتید که ما باید از طریق کار تدریجی بریم جلو و سوسیالیسم رو برقرار کنیم، در کجای دنیا این پیروز شد؟ در همه جا شما شکست خوردید. در همه جا این شکست ها جدی بود. نه تنها شما شکست خوردید، بلکه شریک شدید با سرمایه‌داری، کاری که حداقل حزب دولت ها نکردن. اونا شکست خوردن و داغون شدن رفتن و شما میرید به این. جای دیگه ای که ما به طور جدی به این دوستان، البته منظورم آبشخور سوسیال دموکراسیشون، اعتراض داریم اینه که در تمام دوران بعد از جنگ جهانی دوم و اساساً از اواخر قرن 19 و تمام قرن 20، تمام گرایشات سوسیال دموکراتیک به درجات بیشتر یا کمتر از برنامه‌های استعماری و امپریالیستی بورژوازی خودشون دفاع کردند. به طرز فاجعه باری هم دفاع کردند. رأی به بودجه نظامی جنگ جهانی اول که اون شکاف عظیم رو در سوسیال دموکراسی اروپایی ایجاد کرد، نقطه عطف و یک نقطه اوجی توش بود. ولی فقط اون نبود، بعدش هم همینجوری بود. یعنی درست اون موقعی که اینها دولت رفاه‌ها رو در کشورهای خودشون ایجاد می‌کردن و بر اساس واقعیت توازن طبقاتی ایجاد شده بود که خیلی هم بهش اشاره نمی‌کنن، این که جنبش کارگری به خصوص در کشورهای پیشرفته اروپایی مثل فرانسه، ایتالیا بیرون اومده بود از جنبش ضد فاشیستی و در این دو کشور رهبری اون جنبش رو به دست گرفته بود. خطر عبور به یک جمهوری سوسیالیستی بسیار جدی بود و قدرت سازمان یافته طبقه کارگر و احزابش بسیار بالاتر از اونی بودند که قبل از جنگ بودند. و به قول معروف بورژوازی این کشورها به تبع رضایت دادن که نمیرن، عقب نشینی کردن و اون مصالحه معروف کینزی رو آوردن که من وارد بحثش نمیشم، چیز دیگه ایه. ولی همه این دوستان یادشون میره که اون اتفاقی که افتاد، یعنی زمینه‌های عینی طبقاتی، این که دولت رفاه ممکن شد و بورژوازی بزرگ طرح‌های کینز رو پذیرفت، خطر فروپاشی سرمایه‌داری و روی کار اومدن طبقه کارگر در این کشورها بود. این توازن قوای مثبت به نفع طبقه کارگر وضعیتی رو ایجاد کرد که این دولت رفاه‌ها ممکن شد. من روی این تاکید میکنم چون در مورد ایران هم میخوام بهش برگردم. یعنی اینکه اینطوری نبود که سوسیال دموکراسی و که تازه کینز خودش اصلا سوسیال دموکرات نبود، بورژوا لیبرال بود، ولی این تفکری که اینها از آن خودشون کردن، مسئله دولت رفاه، چون ایده خیلی درخشانی بود، چون دانشمندان خیلی برجسته و فرهیخته ای اون رو مطرح می‌کردن، مورد قبول صاحبان قدرت شد و بر اساس اون ایده‌های درخشان دولت رفاه شکل گرفت. نه خیر، یک توازن قوای معین اجازه این رو داد که بورژوازی عقب نشینی بکنه، طبقه کارگر دستاوردهای بزرگی رو به دست بیاره و سازش‌هایی هم در بالا بین نمایندگان طبقه کارگر و احزاب نمایندش با بورژوازی صورت گرفتن که اجازه این دولت رفاه‌ها رو دادن. بگذریم از این که
از اونجایی که 60 میلیون اروپایی قتل عام شده بودند و در 3 کشور بزرگ فرانسه، ایتالیا و آلمان صنایع به کلی داغون شده بودند، به میزان وسیعی داغون شده بودند و خرابی‌های نیروهای تولیدی یک موج بلند رونقی رو موجب شد که از سال 45 در آمریکا، 48 در اروپا شروع شد و تا اواخر دهه 70 اومد و این رو میگن بهش 3 دهه طلایی. یعنی اون رونق اقتصادی که اونجا بود اجازه داد به بورژوازی که به قول جمله لنین، به اضافه اینکه از دوره‌ای هست که امپریالیسم با سرعت عمل میکنه و یک سود انحصاری ویژه‌ای رو در این زمینه‌ها فراهم میکنه، یک کره روی نان کارگران هم بریزن و از همکاری آریستوکراسی کارگری هم که اتفاقا در همین احزاب سوسیال دموکرات کاملا سازمان یافته شده بودن استفاده بکنن برن جلو. یعنی میخوام بگم ایده دولت رفاه و برنامه‌ای که مطرح میشد این نبود که برنامه‌اش زیبا بود، عملی بود، اینا انتخاب کردن. یک توازن قوای معینی اجازه اون رو میداد و بورژوازی هم ازش استفاده کرد، به نحو درخشانی استفاده کرد و از همکاری بخشای بزرگی از آریستوکراسی کارگری هم استفاده کرد. بازم بحث من اینجا نیست، فقط میخوام یادآوری بکنم که این اینجوری هوا نبود. اما توی همین موقعی که این دولت رفاه ها رو اینجا ایجاد میکردن و یه سری دستاوردهای واقعی جدی طبقه کارگر نصیب شده بود، بیمه‌های بیکاری، تعطیلی، بازنشستگی یا غیره، اینها در 500 سالی که سرمایه‌داری هست همین 70 80 سال اخیره که فقط داده شده به طبقه کارگر. اینو از خطاب طرفداران نظام سرمایه‌داری میگم که بین 4 تا 5 قرنه که سرمایه‌داری هست، 250 سالی که کاملا سلطه پیدا کرده در مراکز اصلی جهان و فقط 50 60 70 سالی که بیمه بیکاری داریم، حقوق بازنشستگی از بیسمارک به این ور در واقع ما داریم که بیمه بیکاری داریم، بازنشستگی داریم و غیره. اونجا شروع شد و توی دولت رفاه‌ها تکمیل شد. سرمایه‌داری تاریخش تاریخ چپاول، غارت و به خاک و خون کشیدن کارگران و حقوق بگیران ثابت در این کشورها بوده و فقط زیر فشاری که وارد شد بعد نتیجه جنگ جهانی دوم این عقب نشینی صورت گرفت. خوب توجه بکنید، امروز مثلا در فرانسه صحبت این هست که 2%، توجه کنید، 2% مالیات اضافی تر بگیرند از اون بخش‌هایی از سرمایه‌دارانی که بیش از 100 میلیون یورو ثروت دارند که 1800 خانواده بیشتر نیستن در فرانسه و این در حالی که ثروتشون در 7 سال آقای مکرون 2 برابر شده در این کشور، اینا حاضر نیستن این 2% رو بدن و جنگ و دعوایی در پارلمان فرانسه است که اون سرش ناپیدا. همین پدران و پدر مادر بزرگ‌های همین هایی که این 2% رو نمیخوان بدن، دوره بعد از جنگ تا 80% مالیات رو حاضر شده بودن که بدن. این نبود که اون موقع خوشتینت بودن الان نیستن، این نبود که اون موقع حرص و آز سود بیشتر و گرفتن بیشتر، تصاحب بیشتر ارزش اضافی نداشتن. توازن قوا به نفع طبقه کارگر بود، اینها مجبور به عقب نشینی بودن. یعنی شما جایی که میخواید یک پیشرفتی رو بیارید، قوانین عادلانه‌ای رو اجرا بکنید و اینها رو تبدیل به نرم در کشور خودتون بکنید، میبایست یک توازن قوای مثبتی رو به نفع برنامه خودتون برقرار کرده باشید. در غیر این صورت شما نمیتونید این رو به پیش ببرید. اینو من توی بحث ایران بهش میرسم. خب در مورد حمایت از برنامه‌های امپریالیستی در کشورهای دیگه هم که دیگه هممون می‌دونیم دیگه، تمام احزاب سوسیال دموکرات در نقاط گرهی که وجود داشت طرف امپریالیستای خودی رو گرفتن و در مورد برجسته‌ای مثل جنگ ویتنام، مثل استعمار آفریقا و غیره، مثل آپارتاید آفریقای جنوبی، همین هایی که امروز چپ و راست به همه تحریم می‌بندند، حاضر به تحریم همین احزاب سوسیال دموکراتی که توی حاکمیت بودن، هلموت شمیت ها، فرانسوا میتران ها، لئون بلوم ها، ویلی برانت ها، همه اینها هیچ کدومشون، ویلسون ها توی آمریکای انگلستان و غیره، هیچ کدومشون کوچکترین تحریمی رو بر رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نبستند، توجیه کردند. هیچ کدومشون کنار مردم ویتنام در جنگ ویتنام نایستادند و پرونده سوسیال دموکراتی با یکی دو استثناء از جمله اولاف پالمه در سوئد که کنار مردم ویتنام ایستاد در جنگ ویتنام و به خاطر همین هم ممنوع فرود شده بود به آمریکا، همه طرف جنگ‌های امپریالیستی رو گرفتند، از خون و کثافتی که اینها ایجاد کرده بودند دفاع کردند. پرونده سوسیال دموکراسی بین‌المللی، اون جایی که به مسائل جنبش‌های رهایی بخش،
مبارزات ضد استعماری مربوط میشه پر از خون و کثافت و همدستی با بورژوازی خودی. شرمنده باید باشند اینهایی که به اون دوره سوسیال دموکراسی در روابط بین‌المللی نگاه میکنن. بدتر از اون در بسیاری از کشورها دولت‌های سوسیالیست و سوسیال دموکرات بودند که خشن‌ترین سیاست‌های استعماری رو پیش بردن. شکنجه، سرکوب و قتل فراقانونی انقلابیون استقلال طلب الجزایر در موقعی صورت گرفت که حزب سوسیالیست روی کار بود. گیموله نخست وزیر بود، آقای فرانسوا میتران وزیر کشور بود که آقای فرانسوا میتران وزیر کشور با صدای بلند گفته بود ما با تروریست‌ها به صورت قانونی رفتار نمی‌کنیم و حق داریم که رفتار نکنیم. از این جور نقل و قولا رو فراوون میشه آورد. همین فرانسوا میترانی که بت اعظم سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های فرانسوی امروز هست، یکی از کسانی بود که از شکنجه و قتل بدون محاکمه و غیره استقلال طلبان الجزایری دفاع کرد و این جناح راست بورژوازی فرانسه، ژنرال دوگل اونا بودند که با رشد جنبش استقلال طلبان در الجزایر در واقع مسئله استقلال الجزایر مطرح کرد. میتران تا آخرین نفس با استقلال الجزایر مخالف بود. در واقع پرونده سوسیال دموکرات ها در رابطه با جنبش‌های رهایی بخش و جنبش‌های ضد استعماری بسیار سیاهه و باید شرمنده باشن از این. در مقابل همه نوزی یه مدالم به خودمون بدیم، این همه که میخوریم، همه گروه‌های کمونیستی بدون استثنا، لنینیست، استالینیست، مائویست، غیره، هر چیزی که میخواید بگید، مستقل و غیره، همشون در تمام جنگ‌های رهایی بخش هم شرکت کردند، هم از مردم اونجایی که شرکت نداشتن از مردمی که این کارو میکردن حمایت کردند، در مقابل رژیم آپارتاید تا نفس آخر ایستادند، کمک کردند و اون موقعی که تمام بورژوازی کنگره ملی آفریقا و شخص نلسون ماندلا رو تروریست میدونست، کارگران آلمان شرقی یک روز حقوق خودشون رو برای کمک به کنگره ملی آفریقا اختصاص میدادن. همه گرایشات، چه حزب دولتی ها، چه دموکرات ها، چه تروتسکیست ها، چه استالینیست ها، تکرار میکنم، همه در کنار مردم و جنبش های آزادی بخش ایستادن و این افتخار جنبش کمونیستی در کلیت خودش است. همه ما، همه نهله های ما، همه جا کنار این مردم ایستادیم و ازشون حمایت کردیم و بعضی هم که نقشای درخشانی داشتن تا امروز مثل کوبای انقلابی که در کسب استقلال آنگولا و موزامبیک و کمک به فروپاشی آپارتاید آفریقای جنوبی نقش تعیین کننده ای رو ایفا کرد که به موقع خودش امیدوارم راجبش بتونیم صحبت بکنیم. از این که بگذاریم میرسیم به این که تمام این دولت‌هایی که قرار بود، احزابی که قرار بود از طریق مسالمت و از طریق اصلاحات تدریجی ما رو بیارن و برسونن به سوسیالیسم، همه جا بعضیا سریعتر، بعضیا آرومتر، بعضیا زودتر، بعضیا دیرتر، ولی همه جا کرنش کردن در مقابل سرمایه‌داری. همشون در دهه‌های 50 60 مارکسیسم رو از ایدئولوژی خودشون آوردن بیرون، مسئله سرنگونی سرمایه‌داری رو از برنامه‌های خودشون آوردن بیرون و گام به گام خودشون رو بیشتر و بیشتر با برنامه‌های کلان سرمایه‌داران کشور خودشون چیز کردن، مثلا تطبیق دادن. این فوق‌العاده مسئله مهمیه که باید ما یادآوری بکنیم و بدتر از اون دولت رفاه‌هایی رو که همینها ساخته بودن با اون شرایط توازن قوایی که من روش اصرار داشتم، در بیشتر کشورها خود همین سوسیال دموکرات‌ها این دست دولت رفاه‌ها رو شکستن. این طرحهای گرهارد شرودر سوسیال دموکرات در آلمان بود که کمر دولت رفاه رو در اونجا شکست. در فرانسه، همین فرانسه‌ای که همین اتفاق موقعی افتاد که ما خودمون در فرانسه بودیم، خود من در این تظاهرات شرکت داشتم. این خصوصی سازی هایی که دولت رفاه رو عقب زد در فرانسه با تلاش‌های شیراک شروع شد، ولی طبقه کارگر در مقابلش ایستاد و شکستش داد. وقتی که سوسیالیست‌ها اکثریت پیدا کردن و نخست وزیر شد آقای لیونل جوسپن، تمام برنامه‌های بزرگ خصوصی سازی رو که شیراک موفق نشده بود انجام بده به خاطر مقاومت خیابانی، سوسیالیست‌ها انجام دادن. اون موقع معروف بود، میگفتن شیراک رویاش رو داشت، جوسپن اجراش کرد. در همه این کشور الان توی سوئد نگاه کنید، سوسیال دموکرات‌های سوئد چه بلایی به سر این دولت رفاه‌ها آوردن و دارن میارن. دانمارک، نروژ، همه این کشورها رو نگاه بکنید. در همه جا این سوسیال دموکرات‌ها هستن که دولت رفاه‌ها رو سرکوب کردن، شکستن تا اونجایی که میتونستن و کرنش کردن در مقابل بورژوازی بزرگ. من یک قسمتی رو میخونم
از کتاب سوسیال دموکراسی در ایران که توسط جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران اومده. اینا البته یک گرایش از سوسیال دموکرات هستند، منظورم این نیست که نماینده همشون هستند، ولی توی اون آقای منوچهر صالحی که خودش یک سوسیال دموکراته، میشه بهش گفت سوسیال دموکرات تقریبا چپ در واقع، یک جنبندی خیلی جالبی تو صفحه 61 میکنه که من به جای اینکه روی درازی بکنم اون رو براتون میخونم. در آغاز همه احزاب سوسیالیستی و سوسیال دموکرات اروپا دارای مواضع ضد سرمایه‌داری بودند و هدف آنها دامن زدن به انقلاب اجتماعی بود تا بتوان سوسیالیسم را در کشورهای پیشرفته اروپا پیاده کرد. اما پس از آن که احزاب سوسیالیستی و سوسیال دموکرات اروپا پس از جنگ جهانی اول توانستند به تدریج به قدرت سیاسی دست یابند، دریافتند که نمیتوانند از یک سو با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی دولت را رهبری کنند و از سوی دیگر علیه همان دولت برای تحقق انقلاب اجتماعی مبارزه نمایند. این تناقض سبب شد تا به تدریج سوسیال دموکرات ها پروژه انقلاب اجتماعی را کنار گذاشته و پروژه اصلاح تدریجی جامعه سرمایه‌داری را در دستور کار خود قرار دهند. از آن دوران به بعد احزاب سوسیال دموکرات اروپا با تدوین و پیاده کردن پروژه‌های مختلفی همچون حقوق شهروندی، حقوق بشر، برابری حقوقی زنان و مردان، تقویت نهادهای جامعه مدنی و کوشیدند تا سپهر کارکردی دولت دموکراتیک را گسترش دهند و پروژه مناسبات سرمایه‌داری را که خواهان بازتولید ارزش اضافی است با نیازهای انسان مدرن منطبق سازند، یعنی به این مناسبات سرمایه‌داری چهره‌ای انسان دوستانه بدهند. پایان نلقو. خب به نظر من این جنبندی احتیاجی به تفسیر نداره، هم درسته، هم صریحه و همین که حق مطلب رو ادا میکنه. همه اونهایی که انتقاد اولیه‌شون به بولشویکا و لنینیستا این بود و کمونیستای انواع اقسام که شما با خشونت میخواید انقلاب بکنید، اینجوری نمیشه، باید به تدریج کرد، همه در این تجرید در واقع گذاشتن اینا رو کنار. و خیلی هم جالبه کسانی که خودشون رو مارکسیست میدونستن اون دوره، گویا این درس کمون پاریس رو که همون موقع جناب کارل مارکس کشفش کرده بود که پرولتاریا نمیتونه دستگاه دولتی قدیمی رو بگیره و تصرف بکنه و از اون برای رسیدن به انقلاب اجتماعی استفاده بکنه، اینا بعد از اینکه رفتن توی پارلمان و خواستن که اصلاحاتشون رو اجرا بکنن و با مقاومت این ماشین دولتی روبرو شدن، تازه به قول آقای منوچهر صالحی تازه فهمیدن که آقا نمیشه شما هم تو دولت باشی هم بخوای از اون استفاده بکنی. یعنی میخوام بگم از همون موقع، صحبت الان نیست، از همون موقعی که اینها وارد این شدن که دستگاه دولتی رو دست نخورده بگذارند، با همین قضیه در واقع ما روبرو شدیم و از همون موقع تا امروز اینها در اون مسیر پیش رفتند بدون اینکه در واقع هیچ واریانتی رو به ما ارائه بدن که حتی یک گام مسئله خلع مالکیت از سرمایه‌داران و انقلاب اجتماعی رو به جلو ببرن. دولت رفاه‌های سرمایه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد دقیقاً در جهت حفظ منافع بود و دادن امتیازات به طبقه کارگر بر اساس توازن قوای معینی که ایجاد شده بود و بعد از اون انطباق دادن خودشون با تمام جناحایی که وجود دارن. نتیجهش این شده که امروز برنامه‌های احزاب سوسیال دموکرات و احزاب بورژوا لیبرال هر دوشون سیاست‌های سرمایه مالیه، دیگه اصلا تفاوت حتی کیفی با هم دیگه ندارن. برنامه‌های کلانشون تقریبا مثل همه. برای همین الان دیگه وقتی سوسیالیست‌ها مثلا تو فرانسه رو کار میاد یا راستا روی کار میاد، همه از اصطلاح برف پاکن استفاده میکنن. میگن انتخابات یکی به چپ میزنه یکی به راست میزنه بدون اینکه مسیر ماشین راهش عوض بشه، فقط سفر رو براتون پاک میکنن هر کی به شیوه خودش. و این اتفاقیه که دقیقاً افتاده و ما باش کاملا آشنا هستیم. واقعیتش اینه که اینجا ما باید این رو بگیم که سوسیالیست‌ها اون موقع به خصوص وقتی که واقع‌گرا میشن این مسئله ریال پلیتیک رو مطرح میکنن و با حمله به کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی که هنوز سودای انقلاب اجتماعی رو دارن، بهشون میگن که در واقع شما بیراهه میرید، اینها همه رویا پردازی هست و باید واقعیت رو دریافت. ولی درک واقعیت داریم تا درک واقعیت.
اتفاقا این مسئله رئال پلیتیک خیلی بحث جالبیه که امروز هم توی چیزای ما هست. من این رو میذارم در آخرش که میخوام جنبندی بکنم بهش میپیوندم، چون فقط متوجه سوسیال دموکرات های اروپایی نیست، بلکه دقیقاً این رئال پلیتیک محافظه کارانه و رئال پلیتیک انقلابی خطاب به سوسیال دموکرات های خودی در واقع هستند که خیلی مسئله مهمیه. من سعی میکنم که اون رو خوب توضیح بدم، چون واقعا اصل بحث من اونجاست. خب، سوسیال دموکراسی در ایران تا به حال نیروی برتر نبوده. اینو خودشون هم اعتراف میکنن. میگن که ما هیچ موقع از انقلاب مشروطیت به این طرف در موقعیتی نبودیم که در بین روشنفکران ایران و در بین کارگران و حقوق بگیران، اساسا زحمتکشان ایران، موقعیت برتر داشته باشیم. وقتی ازشون سوال میکنن که چرا شما در عرض این 100 سالی که ما دو نوع بورژوازی داشتیم، بورژوازی سلطنتی و بورژوازی خلافتی، چرا شما در هیچ دوره‌ای نیروی برتر در بین زحمتکشان نبودید؟ همیشه یه نیروی دیگه ای بوده. اینا میگن، جوابشون خیلی جالبه. جوابی که میگن تقصیر اوناییه که رهبری رو به دست گرفتن. خب این که روشنه. وقتی شما در یه جای شکست میخورید و کسان دیگه اون قدرت رو به دست میگیرند، خب شما شکست خوردید. ولی آیا به دلیل اینکه اونها قدرت رو گرفتن شکست خوردید، یا به دلیل اینکه شما نتونستید قدرت رو به دست بیارید شکست خوردید؟ این پس دادن و پرت کردن در واقع توپ به دامن دیگرانه. این دوستان به جای این توضیح که چرا نتونستن تا به حال در بین زحمتکشان و به خصوص کارگران ایران تبدیل به یک نیروی جدی بشن، نتونستن اتحادیه‌های سوسیال دموکراتیک خودشون رو ایجاد بکنن، نه در دوران شاه نه در دوران خلافت نتونستن این کارو بکنن، و اندک سازماندهی هایی که این انجام گرفته در موقعی که تنفس وجود داشته در ایران، مثل بعد از سال 20، این دقیقاً کیا بودن؟ استالینیستا یا طرفداران حزب دولت و به هر حال طرفداران اتحاد شوروی بودن، چون فقط هم استالینیستا و حزب دولتی‌ها نبودن، گرایشات مختلفی هم بود. در واقع حزب دولت بیشتر بشه یک جبهه چپ باید دید تا یک حزب کمونیستی که نبود. ولی به هر حال این نیروها هستند که هژمونی فرهنگی و گفتمان فرهنگی غالب در بین فرودستان و اتفاقا فرهیختگان جامعه ما رو دارن، از اون موقع تا انقلاب بهمن. و الان هر جایی که شما نگاه میکنید میبینید که این شخصیتایی که صحبت میکنن، نظراتی که میدن، شخصیتای جنبش توده‌ای رو منظورم هست، نه شخصیتای خودخوانده، و اون جاهایی که حداقلی از به اصطلاح سازماندهی شکل گرفته و موفق شدن که نمونه‌هایی از به اصطلاح حرکت آگاه و برنامه‌وار رو به جلو ببرن، بازم این سوسیال دموکرات‌ها نیستن. بازم همون نهله قبلیه که با شکل‌های مختلف، با انتقاداتی که به خودش داره و چیزهای جدیدی که ایجاد کرده، و به خصوص که بخش بزرگیشون، نه همشون ولی بخش بزرگیشون، این تئوری حزب دولت اتحاد شوروی رو که همه جا کپی شد رو کنار گذاشتن، در این جنبش‌ها نقش دارن و دارن جلو میرن. ولی ما هنوز چیزی رو که سوسیال دموکرات‌ها سازماندهی کرده باشن نمی‌بینیم. در خارج احزاب سوسیال دموکرات، یا اونایی که خودشون سوسیال دموکرات میدونن، وابسته به این نهله میدونن، زیاد هستن. بزرگترینشون فکر می‌کنم حزب چپه که اونا هم از اون برمیان دیگه، یعنی اونایی که توده‌ای‌های سرسخت بودن که تفکر اکثریتی توده‌ای داشتن و اتحاد شوروی رو کعبه آمالی میدونستن که توش پنبه رنگی در میاد، اونها الان یکی از بزرگترین نهله‌های سوسیال دموکراتیک اینجا هستن. ولی در داخل ایران و اونجایی که باید در واقع سازماندهی کرد، ما هنوز اثری از این گرایشات و این چیزایی که صراحتاً سرمایه‌داری رو کنار گذاشته باشن و بخوان که فعالیت بکنن در اینکه علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، جهتگیری جای دیگه‌ای داشته باشن رو نمیبینیم. نیروهایی که فعالن، دارن یا غیره، میبینیم که به طرف مسائل شورایی میرن. اونجایی که فعالین کارگری و جنبش‌های توده‌ای مد نظرم هست و اونجایی که نیمه سندیکاها یا محافل کارگری و غیره وجود داره، بازم باید گفت که سوسیال دموکرات‌ها پایه تو اونها ندارن. اما در بین فرهیختگان جامعه، دانشگاهی‌ها و به خصوص اساتید دانشگاه‌ها و غیره و این حرفا، این یک واقعیتی که یک نفوذ معین اینها دارن و برای همین هم میخوان گفتمان سازی بکنن. خب ولی اینها در مورد سرمایه‌داری چی میگن؟ یعنی اصولا برنامهشون برای این سرمایه‌داری که تو ایران هست چی هست؟ از زبان خودشون در واقع صحبت بکنیم به نظر من بهتره.
بازم من از همون کتاب این دفعه از دیدگاه جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی، یعنی این نظر یک نفر یا غیره نیست، بلکه این در واقع جمع‌بندی اونها است. نقل قول: پیروزی سرمایه‌داری از صفحه همون اولشه، صفحه بعد از مقدمه، صفحه 11. پیروزی سرمایه‌داری ممکن است همیشگی نباشد، اما به نظر می‌آید که به عمر ما و بچه‌ها و نوه‌های ما هم برسد و تا آنجا که مشهود است خوب توجه بکنید. از آن نیروی اجتماعی که توان برانداختن آن را داشته باشد خبری نیست. در چنین شرایطی وظیفه ما نه مبارزه و تلاش بیهوده برای براندازی آن، بلکه درس گرفتن از تجربیات مثبت و منفی کشورهای دیگر و تلاش در ایجاد سیستمی هست که هرچه بیشتر پتانسیل‌های شگرف سرمایه‌داری را در خدمت گرفته، لجام گسیختگی و جنبه‌های منفی را تحت کنترل درآورد و به حداقل ممکن برساند. چند نقطه: مدل مورد نظر ما سوسیال دموکراسی کشورهای نوردیک، فرانسه، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند است. به نظر ما این سیستم انسانی ترین و عالی ترین دستاورد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که تاکنون پیاده شده است. این سیستم یک نوع سرمایه‌داری دموکراتیک است و که راجبش توضیح میدم. یک کلام نمیگن که در تمام این کشورهای نوردیک الان تمام دولت و دولت رفاه‌ها در هم کوبیده شدند، دستاوردهای کارگران گرفته شده ازشون و این انسانی ترین و عالی ترین دستاوردهای سیاسی به خاک سیاه افتادن و الان درصد فقر در کشورهای مثل آلمان که دیگه اصلا حرفش هم نزنیم، که فقط و فقط در 10 سالی که پروژه‌های گرهارد شرودر به اسم خودش یا غیره پیاده شد، 25% از قدرت خرید مردم آلمان کم شد و این آمارش رو اتفاقا بازم آقای صالحی خیلی خوب اونجا ارائه داده. تاریخش البته مال 2019 هست. مطرح میشه، میگه که این به طرز وحشتناکی حتی مردم، بخش 1.5 میلیون نفر از مردم آلمان رو به زیر خط فقر مطلق با استانداردهای اونجا، البته با استانداردهای ایران نه، با استانداردهای آلمان برد. یعنی این دوستان ما که این رو مطرح میکنن توجهی به این نمیکنن، دست داده توضیح نمیدن که چرا نمونه‌ای که اینها دارن میگن حتما اون نمونه قبلی کشورهای نوردیک میشه، نه اون چیزی که امروز در مقابل ما هست. اینو توضیح نمیدن. بعدم بامزه ترینش اینه، یعنی اینجاش واقعا بامزه است، قابل بحث کردن نیست. دوستان ما یک ترفند نومینالیستی میزنن، یعنی میگن که خوب توجه بکنید، میگن نقل قول از صفحه 12: مارکسیسم با ساده کردن رابطه سود و سرمایه و سود را در نهایت تنها ناشی از ارزش اضافه به دست آمده از نیروی کار پرانتز پرولتاریا دانستند، در واقع اهمیت و نقش بسیار حیاتی و سازنده عامل سرمایه و عامل مدیریت و نیز در عصر ما عامل دانش و اطلاعات را نادیده میگیرد. خب این اولا یه اتهامه، برای اینکه کی گفته که مارکسیستان نقش سرمایه مرده رو در نظر نمیگیرن؟ فقط میگن سرمایه مرده هم کار در واقع متبلور شده اضافی کارگرانه. بگذاریم از این. حالا خب شما اینو چجوری میخواید حل بکنید؟ پاسخ ایشون: نقل قول: اگر به جای کلمه سودآوری کلمه بازدهی را بگذاریم، میبینیم که بازدهی هرچه بالاتر پرانتز یعنی سوددهی هرچه بیشتر توی گیومه، نه تنها مذموم نیست، بلکه در واقع باید هدف هر واحد تولیدی و هر گروه کاری و هر جامعه انسانی باشد. چند نقطه: اگر سرمایه‌داری و سوددهی را با چنین معنایی در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم که سرمایه‌داری هرگز از میان نخواهد. بسیار عالی، خیلی جالب. یعنی ما سود رو اسمشو میذاریم بازدهی و چون بازدهی چیز خوبیه، چون پیشرفت میاره و غیره، دیگه هم حرفی از سود و انباشت سرمایه و شکافای طبقاتی که در هر دو چرخه سرمایه‌داری اتفاق میفته و که این طرف مالکیت سرمایه‌دارا هست، اون طرف در واقع نیروی کار فروشنده که دائما روش فشار میارن که سود رو بالا ببرن. ببخشید، سود رو بالا نمیخوام ببرن، بازدهی رو میخوام بالا ببرن. واقعا با یک ترفند بچگانه نومینالیستی اینها میخوان این رو توجیه بکنن که مدافع سرمایه‌داری هستن و اینها از این میخوان این نتیجه رو بگیرن که ما نمیتونیم با این سرمایه‌داری در بیافتیم، ما قادر به در افتادن با این سرمایه‌داری نیستیم، بلکه باید کمک بکنیم که بازدهیش بهتر بشه. وقتی بازدهیش بهتر شد، ما با وضع یک سری قوانین که اون وقت میگن
چیز میکنن میذارن، میگن ما بازار رو قبول داریم ولی منطق بازار بعضی جاها کجروی داره، باید اونا رو کنترل بکنیم و ردیف میکنن. ما در واقع باید قانون حمایت از کار رو داشته باشیم، بیمه بیکاری داشته باشیم، حق تشکلات رو به رسمیت بشناسیم، این نکته خیلی مهمیه، حق تشکلات رو به رسمیت بشناسیم، صندوق‌های بیکاری داشته باشیم، بازنشستگی داشته باشیم و غیره. ولی میگن حتی توی صندوق‌های بازنشستگی هم باید مسئله بازدهی یعنی سوددهی رو در نظر داشت و در واقع دعوت میکنن از صندوق‌های بازنشستگی که اونها هم وارد ارزش افزایی بشن و در واقع از پسندازی که کارگرها ایجاد کردن استفاده بکنن برای ایجاد سود بیشتر. ما میدونیم که این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده و این بخش بزرگی از این سرمایه مالی آنگلو ساکسون که داره حرکت میکنه دقیقاً نتیجه این توصیه‌ای که اینها میکنن، یعنی خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از اداره دولتی، واگذاریش به بخش‌های خصوصی، وارد کردن اونها در معاملات بورس و سوداگرانه و وارد کردن اونها در رقابت‌های سنگین که بحث ما اینجا نیست. سرمایه مالی بخش بزرگیش از اینجا اومد در این کشورها. منتها این دوستان ما در تمام مصاحبه‌ای که تو این کتاب هست، این کتابی هست که حدود بهتون بگم که حدود نگم دقیق بگم چون جلوی چشم هست ازش نقل قول میکنم، این کتابی هست که نزدیک به 400-500 صفحه است، 2 قسمت داره، کمتر حدود 300 صفحه فارسی داره، 100 و خورده صفحه هم انگلیسی داره که مقالاتی رو به اصل اونجا آوردن و از سوسیال دموکرات‌های مختلف رو نقل قول کردن. تمام این دوستانی که اینجا صحبت کردن توی این کتاب و باشون مصاحبه شده، آدم‌هایی مثل وحید بدیقی، مهدی ذوالنقاری، حسن شریعت مداری، منصور صالحی، ناصر کاخساز، وحید محمدی، تورج عطابگی و غیره که چون من همشون رو نخوندم نمیتونم خدمتتون بگم، یعنی نظر بدم راجع بهشون. اون چند تایی رو که من خوندم همشون در یک چیز متفق قولن و اون این که در ایران آینده دولت باید کوچیک بشه و دولت نباید در اقتصاد دخالت بکنه. دولتی کردن فاجعه‌ای بود که بولشویک‌ها با خودشون آوردن و اونها سوسیالیسم رو دولتی کردن دیدن که در از یک جنبه‌هایی درست میگن این به اون منجر شد، ولی هیچ کس نگفته که دولتی کردن وسایل تولید مساوی است با سوسیالیسم. هیچ کس نگفت که تنها راه رفتن به طرف سوسیالیسم از طریق دولتی کردن، نه خیر، از طرف اجتماعی کردن هست، از طرف تعاونی، گسترش بخش تعاونی هست، از طرف حکومت شورایی و شورایی کردن اداره اقتصادی هست. اینا با دولتی کردن هایی که در شوروی و اقمارش اتفاق افتاد زمین تا آسمون فرق داره. ولی این دوستان برای اینکه میخوان اون رو بکوبن این دوتا رو معادل هم میگیرن، یعنی معتقدن جز با دولتی کردن نمیشه رفت به طرف سوسیالیسم و چون دولتی کردن در این کشورها شکست خورده پس هر پروژه رفتن به سوسیالیسم هم شکست میخوره. اینجا هم از یک منطق سوری بچگانه استفاده میشه برای اینکه ایده رفتن به طرف سوسیالیسم رو بهش انتقاد وارد کنن و اون رو در واقع به قول خودشون در هم بکوبن. منتها جالب اینجاست در کشوری که 70% اقتصادش الان دست دولته و یک رانت نفتی عظیمی هست که انقلابی ترین کشور نیروی هم که در ایران روی کار بیاد قادر نخواهد بود بند ناف اقتصاد ایران رو با این رانت نفتی با سرعت قطع بکنه. احتیاج به سالها کار، برنامه‌ریزی و غیره داره. اوکی، خیلی خوب. این دوستان میگن دست دولت باید از اقتصاد پایان به اصطلاح کوتاه بشه و دولت هم هر چه کوچیک‌تر بشه و تصمیمات کلان رو نگیره، ولی هیچ حرفی راجع به این که این رانت نفتی رو کی باید کنترل بکنه نمیزن. صحبت از این که آیا شما که با دولتی کردن مخالف هستید نفت رو هم میخواید خصوصی بکنید؟ آیا میخواید اتفاقی بیفته که توی آذربایجان افتاده و علیوفینا در روسیه افتاده و پوتین رو داره دستش؟ کوچکترین صحبتی برای کسانی که برای ایران دارن برنامه میدن، راجع به ایران دارن صحبت میکنن، نسبت بر راجع به اقتصاد شدیدترین حملات رو به اقتصاد دولتی وارد میکنن، کوچکترین صحبتی در مورد این که چه کسانی رانت نفتی رو باید کنترل بکنن نمیکنن. درست؟ این یک پاشناشیر بزرگی هست که نشون دهنده باج عظیمیه که این نهله از تفکر به کلان سرمایه‌داران ایران داره میده و در باغ سبز رو براش نشون میده که ما خواستار این هستیم که اینها رو به تدریج خصوصی بکنیم و در واقع واقعیتش اینه که این سوسیال دموکرات‌های امروز ما، حداقل اونهایی که تو این جامعه سوسیال دموکراسی جمع شدن، بیشتر شبیه تاچر و تونی بلر هستن تا شبیه برنشتاین یا کاوتسکی.
ربطی دیگه به اونها حتی ندارم، حتی با اون اصلاح طلبی تدریجی هم اینا دیگه ربطی ندارن. اینا واقعا یک سوشال دموکراتی لایت هستن که درست مثل بلر که تاچر لایت بود، اینها هم در ایران میخوان غنی نژاد لایت باشن، رفسنجانی لایت باشن و خب به خصوص خاتمی لایت باشن که توی دوره خاتمی یادتون است که اولا بخش بزرگی از پتروشیمی خصوصی شد، ولی زمزمه های این که نفت رو هم باید خصوصی کرد رو اونجا زدن. یعنی به لحاظ برنامه‌ای که سوشال دموکراسی مطرح میکنه، برنامه‌ای که کاملا در جهت کلان سرمایه دارن. اما مسئله دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که من گفتم اون دولت رفاهی که ایجاد شد نتیجه یک توازن قوای طبقاتی بود، بخش سازمانده طبقه کارگر، احزابش، غیره 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 که تکرارش نمی‌کنن. این دوستان ما کوچکترین صحبتی بر این نمی‌کنند که این برنامه درخشان زیبای خودشون رو که فرض کنیم همش درست بشه، با اتکا به کدوم نیرو میخوان جلو ببرن، چه برنامه‌ای برای سازماندهی اون نیرو دارن که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی دست اینها رو باز بذاره برای اینکه این برنامهشون رو پیاده کنند. من گفتم که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بورژوازی بزرگ کشور اروپایی و حتی در آمریکا به تبع رضایت داد که صعود نکنه، عقب نشینی کردن و یک ائتلاف بسته شد دیگه. همه از این قرارداد بزرگ کینزی صحبت میکنن که کارگرای یه جای کوتاه اومدن، یا سرمایه‌دارها هم یه جای کوتاه اومدن. یعنی حتی اگر اینها در شکل ایدئال خودش بخوان برنامه‌های سوشال دموکراتیک رقیق نیمبند خودشون رو که بیشتر میگم تاچر لایک بلری تا برنشتاینی و کاوتسکی، حتی این رو که بخوان اجرا بکنن و قوانین پیشرفته در ایران بیارند، قوانین کار رو بهتر بکنن، خودشون میگن تشکل رو ایجاد اجازه بدن و غیره، این تغییرات رو با اتکا به کدوم نیرو در بین فرودستان و با کدوم مخاطب در بالادستان میخوان جلو ببرن. در هیچ کدوم از تحلیلایی که من برای آماده شدن به این برنامه خودمون بهشون مراجعه کردم، کوچکترین تحلیل طبقاتی از اقشار و جناح‌های بورژوازی حاکم بر ایران نیست. در هیچ کجا گفته نمیشه که اون طرفی که قادر هست این امضا رو با شما بکنه، مثل امضایی که بین کارگرها و بورژوازی اروپایی انجام گرفت، روزولت انجام گرفت، کجا شما این رو کجا پیدا میکنید؟ به نظر من یکی از صادقانه ترین پاسخها رو محمد مالجو داد که توی یه وبیناری که شرکت کرده بود گفت که راستش رو بخوای من تا امروز همچین نیرویی رو توی طبقه حاکمه ایران پیدا نکردم و ما به محمد مالجو و رفقاش میگیم پیدا نخواهید کرد. اینا کسانی هستن که قانون کار جمهوری اسلامی رو میگن کمونیستیه. بورژوازی ایران همه اقشارش نئولیبرال هار از نوع فون هایکی هستند، از نوع اون شیکاگو بویزی هستند که برنامه اقتصادی پینوشه رو درست کردن. اینها تشکلات کارگری مستقل رو بر نخواهند تابید. اینها به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نخواهند بود. تنها راهی که شما دارید برای اینکه این رو به جلو ببرید اینی که نیرو رو از پایین سازمان بدید، با اونها همجهت بشید و این و اقشار بورژوازی رو سر جای خودشون بنشونید، نه اینکه برنامه درخشانتون رو ارائه بدید و انتظار داشته باشید که اونها این رو میپذیرن. اشکال سوشال دموکراسی ما دقیقاً در اینجا اینه که فکر میکنه با ساختن یک گفتمان دموکراتیک، با اشاعه این گفتمان دموکراتیک، فرهنگ عمومی رو توی جامعه بالا میبره و کسانی که در مبارزه شرکت دارن اینها را از آن خودشون میکنن و پس وقتی که جمهوری اسلامی افتاد که معلوم نیست کی باید بندازتش، با کدوم سازماندهی، با اتکا به کدوم سوژه انقلابی، اون وقت ما میریم به طرف اینکه یک جامعه دموکراتیک ایجاد کنیم. اسمش هم گذاشتن سوسیالیسم دموکراتیک. بسیار عالی، خیلی هم خوب و درخشانه، ولی این که برنامه فردای سرنگونی جمهوری اسلامیه. امروز چی کار باید بکنیم؟ سوسیال دموکراسی ایران همه جناحاش برای امروز هیچ سوژه انقلابی توده‌ای رو از بقیه مجزا نمی‌کنن. نه تنها طرفدار همه با همی هستند، از بورژوا تا کارگر و حاشیه نشین یا بیکار حاشیه نشین،
و واقعا یک همه باهنی گستردی دارن، حتی اونهایی که چپترین گرایشاتشون هستن دیگه یواش یواش دارن شروع میکنن که ما خیلی هم نمیتونیم همه پادشاهی خواهان رو از این دایره ائتلافمون بیرون بندازیم. آخرین مصاحبه ای که در واقع مهرداد درویشپور در تلویزیون کانال 1 با حسن اعتمادی انجام داد، خیلی صریح این رو مطرح کرد. گفت اون جناحایی از اپوزیسیون که از جنگ اسرائیل علیه ایران حمایت کردن، ما هیچ گفتگویی باشون نداشتیم به هیچ وجه. یعنی تمام طیف پهلویچی ها و ساواکی ها غیره رو خوشبختانه از دایره ائتلاف با قاطعیت درویشپور گذاشت کنار. اما تعامل با جناح‌های معتدل پادشاهی خواهی چرا نه؟ یعنی همه با همی که تازه درویشپور که چپترین کسایی هست که توی سوسیال دموکراسی حرف میزنه، درسته؟ این چپترین نگاه هایی که مطرح میشه، مسئله همه با همی در جمهوری مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو حتی بخشای معتدل پادشاهی خواهان هم توش میذاره. یعنی یک ملغمه ای از همه با همی پیشنهاد میشه از این جانب این سوسیال دموکرات ها که قرار است با این ترکیب فردای سرنگونی جمهوری اسلامی قوی ترین، درخشان ترین، پیشرفته ترین قوانین جهان متمدن غربی رو در ایران پیاده بکنند. این سرابه، این رویا فروشیه. شما اگر امروز روشن نکنید که سوژه اصلی توده‌ای تغییرتون در ایران کی هست، شما اگر امروز توضیح ندید که با کدوم نیرو، با سازمان دادن کدوم نیروی اجتماعی میتونید برید برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، و این که وقتی صحبت میکنید میایید این مسائل رو مطرح میکنید و دامنه همه با همیتون رو فرا میدید، گسترش میدید، میرید در واقع تا پادشاهی خواهان، این به این معناست که سوسیال دموکرات های ما اکثریت بزرگش، حتما یه استثنایی هست که این قاعده رو اثبات بکنه، من پیدا نکردم، و این سوسیال دموکرات های ما در کلیت خودش چشم به مصالحه با بالا دارند، بدون اینکه زمینه‌های تغییر توازن طبقاتی برای این مسئله رو بهش در واقع براش تدارک ببینن. حد اکثر کاری که میکنن میگن ما باید اپوزیسیون رو سازمان بدیم تا فردای سرنگونی جمهوری اسلامی یک آلترناتیو دموکراتیک بتونیم ارائه بدیم. هیچ کدومشون صحبت نمیکنن که جمهوری اسلامی رو چجوری باید انداخت. هیچ کدومشون نمیگن که چه سازماندهی رو باید الان ما پیش ببریم. هیچ کدوم نمیگن که مسائل طبقاتی که این همه شکاف داره بین ما، به قول معروف میگن ما میگیم که حقوق حداقل توی ایران باید 10 برابر بشه تا اینکه این وضع فلاکتباری که رکود تورم و امان برای مردم ما و حقوق به ایران ثابت ما ایجاد کرده رو بتونیم بهش پاسخ بدیم، در جایی که حقوق 12 15 16 میلیونه، خرج 24 25 26 میلیون هست و این حداقل باید 2-3 برابر بشه تا بتونه پاسخ به اون بده. بورژوازی ما همه جناحاشون در جلسات مربوط به تعیین حقوق حداقل سر 20-25% چونه میزنن و تهدید به خروج از جلسه میکنن. چطوری شما میتونید با اینها یک قرارداد اجتماعی نوع روزولتی، نوع کینزی ببندید؟ این فروش سرابه. شما هیچ جناح بورژوازی رو پیدا نخواهید کرد که تم به این برنامه درخشان شما بده. این رو شما با سازماندهی خودتون، با گرفتن هژمونی در جامعه، در بخش در واقع امروز، در مبارزه امروز برای بالاتر رفتن باید شما این رو تشکیل بدید. در هیچ کدوم از نهله‌های سوسیال دموکراتیک سازماندهی طبقاتی، سازماندهی توده‌ای برای پیشروی انقلاب و سرنگون کردن جمهوری اسلامی خبری ازش نیست. تمام آنچه که هست برنامه دادن برای فردای جمهوری اسلامیه. یعنی سوسیال دموکراسی ما در شرایطی که وجود داره یک نیروی براندازی نیست. درسته که براندازه، یعنی طرفدار برای امروز دیگه همشون خوشبختانه دیگه استقلال رو گذاشتن کنار و همشون میگن نه این جمهوری اسلامی دیگه اصلاح پذیر نیست غیره. حتی دیگه اکثریتیایی مثل فتاپور و دیگه عرض کنم بهروز خلیق و همه اینا دیگه برانداز شدن. الحمدلله همشون دیگه برانداز شدن و دست از این اصلاح طلبها برداشتن.
بماند که وقتی یه اصلاح طلب حکومتی مثل موسوی میاد و یک برنامه میده همشون دوان دوان میرن اون رو امضا میکنن. همینایی که برانداز شدن و کلیت جمهوری اسلامی رو میخوان بذارن کنار، به محض اینکه یه آدمی مثل موسوی میاد بیانیه میده بدو بدو میرن امضا میکنن. یعنی اینا دائما، دوستان رفقا، شخصیت های سلطان دموکرات ما دائما چشمشون به بالاست و دائما چشمشون به مصالحه است. الان هم که الحمدلله زمینه رو باز کردن برای پادشاهی خواهان معتدل هم میخوان در واقع باشون همکاری بکنن. این نشدنیه. این یک فاجعه است در شرایطی که توی ایران هست. در واقع به لحاظ عملی و سیاسی اون چیزی که این دوستان ما دارن بهش دست میزنن یک رئال پلیتیک محافظه‌کارانه است. رئال پلیتیکی که در واقع اونا میگن که این یه سیاست واقعیه، سیاستی که از تاریخ مشخص ما میاد، چیزی که از شرایط واقعی نیروهای اجتماعی و آگاهی طبقاتی بیرون میاد و ولی برای تغییر اون هیچ اقدامی نمیکنن و در همون به اصطلاح رئال پلیتیکی که توجه داره به توازن قوا، ولی اونجوری که دلش میخواد برای بعدش تصمیم بگیره، به هیچ وجه گسست از این شرایط رو نمیبینه، این رو ایستا میبینه. گرامشی جمله خیلی جالبی داره که دقیقاً در مورد کل سوسیال دموکرات‌های امروز ایرانی ما صدق میکنه. میگه در سیاست محافظه‌کارانه رئال پلیتیک یعنی سازگاری بیچون و چرا با وضعیت موجود، یعنی اعتراف به ناتوانی نیروهای تاریخی برای فراروی از چارچوب کنونی. پایان نقل قول از دفترهای زندان، دفتر 13 بند 27. درست انگار راجع به همون صفحه 11 برنامه سوسیال دموکرات هایی که تو این کتاب جمع شدن حرف میزنه که میگه ما که نمیتونیم سرمایه‌داری رو بندازیم، فعلا هم در چشم اندازمون چیزی نیست، پس بسازیم باش، بریم جلو ببینیم چه جوریه. خب در مورد ایران هم همینه دیگه. شما که نمیتونید این کلان سرمایه‌دارا رو بندازید، شما که نیروی نمیبینید که بتونه اینو چیزی کنه. این نیروی عظیم طبقاتی که الان رکورد اعتصابات و اعتراضات توی ایران که در جهان شکسته رو شما نمیبینید. شما بیانیه موسوی رو میبینید، تظاهرات این مردم رو نمیبینید، معلوم نیست چی رو میبینید. به قول معروف مثل همون منشویکای اون موقع، این دوستان ما فقط دو نیرو رو توی دولت میبینن، توی صحنه سیاست میبینن: دولت حاکم و بورژوازی، اپوزیسیون بورژوازی که در مقابلش وایساده. نیروی اجتماعی عظیمی رو که داره حرکت میکنه و اون رو باید سازماندهی کرد، اون رو باید به جلو برد، در واقع نمیبینه. در واقع به قول گرامشی اینها این سیاست رو مکانیکی میبینن، چون نیروهای اجتماعی رو به عنوان مقدار ثابت و داده شده در نظر میگیرن. این که این رو میشه تغییر داد، این رو با تشکل و سازماندهی و بردن آلترناتیو سوسیالیستی میشه تغییر داد رو مطلقاً نمیبینن. و اون جمله معروفی که خیلی زیبا گرامشی میگه رئال پلیتیک محافظه‌کار همون عقل سلیم بورژوایی هست که به شکل عملگرایی در میاد. این دقیقاً این چیزی هست. در مقابلش ما چی میگیم؟ ما به زبان گرامشی و لنین این رو میگیم واقع گرایی انقلابی، رئال پلیتیک انقلابی، یعنی شناخت مرزهای ممکن امروز، اما برای گسترش این مرزها از طریق عمل سازمان یافته. دفتر 10 بند 61. اینه تفاوت سوسیالیستای انقلابی و کمونیستا با سوسیال دموکراسی ایرانی. واقع گرایی انقلابی یعنی شناخت مرزهای ممکن امروز، اما برای گسترش این مرزها از طریق عمل سازمان یافته. سازمان یافتگی، ایجاد تشکل‌های توده‌ای مستقل کارگران و زحمتکشان، ایجاد ستادهای مبارزاتی کارگران و زحمتکشان متحدشون مستقل از بورژوازی حاکم، مستقل از همه جناح‌های بورژوازی. این چیزیه که در واقع این دوستان ما ندارند و سیاستی که میخواد ولو حتی اگر یک دولت دموکراتیک در چارچوب سرمایه‌داری در ایران ایجاد بکنه، با توجه به خصلت اولترا ارتجاعی و نئولیبرالی همه اقشار بورژوازی ایران، چه تبعیدی، چه سلطنت طلب، چه دولتی، چه خصولتی، چه خصوصی، کارآفرین و همه اینها از جنسشون از یکی هست و اینها تشکلات توده‌ای رو بر نمیتابند و در نتیجه شما امروز میبایست این سازماندهی رو تشکیل بدید تا بتونید این رو بقبولونید، حتی اگر میخواید جمهوری دموکراتیک سرمایه‌داری ایجاد بکنید. به قول گرامشی و من با این رو تموم میکنم، رئال پلیتیک انقلابی علم ساختن هژمونی است، نه هنر تطبیق با واقعیت. سوسیال دموکرات‌های ایرانی ما
هنرشون تطبیق به واقعیت، هنرشون اینه که برنامه‌های زیبا درخشان دموکراتیک میدن برای فردای جمهوری اسلامی، بدون اینکه بگن این جمهوری اسلامی رو چجور باید انداخت که تضمین باشه که شما این برنامه‌هاتون رو فردا بتونید ایجاد بکنید. سوژه انقلابی در برنامه سوسیال دموکرات‌های ایران وجود نداره. توده انقلابی که می‌خوایم بکنه از مردم که فراتر میریم و از این زاویه کاملا خودشون رو همزمان هم جنس می‌دارن، می‌بینن با پوپولیسم نوعی که الان وجود داره، اون همه با همین معروفی که من بارها راجع به صحبت کردم و قطعاً یه جلساتی راجع به اون خواهیم گذاشت، اون پوپولیسم نوعی که خلق در مقابل اولیگارشی رو مطرح میکنه، همه مردم در مقابل یک درصدی ها، و اینکه همه جنبش‌هایی که این ور هستن با هم دیگه هم وزن و هم ارز هستند، و اینکه خدا حافظ پرولتاریا، کار طبقه کارگر و حقوق ایران ثابت دیگه تموم شده است و اونها فاقد هر نوع در واقع جایگاه ویژه‌ای در این مبارزه هستند. این چیزی هست که سوسیال دموکراسی ایران داره میده و از اونجایی که برای برنامه خودش ناگزیره که یک هیئت مؤتلفه‌ای در کلان سرمایه‌داران برای خودش پیدا بکنه و چنین چیزی در بورژوازی امروز ایران وجود نداره و وجود نخواهد داشت، به خاطر ماهیتی که تو این یک قرن نشون دادن و هیچ دلیلی نداره که با یک برنامه درخشان سوسیال دموکراتیک اینها این رو تغییر بدن. و تنها چیزی که میتونه اون رو تغییر بده توازن قوا، به هم زدن این توازن قوا از طریق نهادهای تشکلات توده‌ای کارگری و زحمتکشان هست که اینها مطلقاً راجع بهش صحبت نمی‌کنن و فقط صحبت گفتمان فرهنگی و غیره رو مطرح می‌کنن. اینها مشغول فروش سراب به مبارزینی هستن که در ایران هستن. و خیلی هم صحبتم رو با این یکی تموم می‌کنم. من چند وقت پیش رفته بودم توی یکی از این اتاق‌های پالتاکی که گردانندگانش نئولیبرال‌های ایرانی هستن که تو ایران هم هستن، تو از تهران کنترل می‌کنن، میگن که تو ایرانه، که والا فونهایک پیششون دموکراته و به لحاظ رفتاری که اینها میخوان بکنن با دولت و داغون کردنش که میگن بیمه‌های اجتماعی غیره همه اینا هزینه‌های اضافی، همه اینا رو باید ریخت دور. یعنی آمریکا و اون اوباماکر رو میگن کمونیستی. اینا تو این جلسه بودن و همش هم دائما هم میگفتن که در واقع ما چیز نداریم، ما چپ تو ایران هیچی نیست، اصلا راجبش صحبت نکنید، ایده های چپ مثلا عدالت غیره و غیره اینها اصلا معنی نداره و تو سر مال میزدن خلاصه. بعد نمیدونم چی شد که یکی از گردانندگان یک همه پرسی اونجا کرد، نزدیک 700 800 نفر توی اونجا بودن که بخش بزرگیش از ایران بودن، توی این اتاق بودن. یک همه پرسی کرد که یکی دیگه از در واقع یکی از چیزایی که شما میتونید بهش رای بدید که منم بهش رای دادم این بود که سوال این بود و شما در خواسته اصلی که در مقابل حاکمیت در ایران میذارید چی هست؟ یکیشون که از همه قابل قبول تر بود این بود، یکیشون بود فقط ولایت فقیه بره، آخوندا برن، یکی بود چی بود، یکی این بود که در یکی هم این بود که دولت از اقتصاد بره بیرون و دین از دولت جدا بشه، و یکی هم این بود که در واقع دین از دولت جدا بشه و رفاه اجتماعی بیاد. توی جایی که اینا میگفتن هیچ چپ نیست فلان نیست، این رأی بیشتر آورد، رأی اکثریت رو این آورد که میگفت جدایی دین از دولت به اضافه رفاه اجتماعی. یکی از همون سرگردانانه که بود گفت که انصافا باید اعتراف بکنیم ما میگیم که ایده های چپ هیچ جایی تو ایران ندارن، ولی همین همه پرسی که توی اتاق ما الان شد نشون میده که اینها هستن، نیرو دارن و غیره و میتونن کار بکنن و این حرفا. میخوام اینو بگم که نیروی چپ به خصوص چپی که طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی با جهتگیری ضد سرمایه‌داری هست در ایران یک نیروی جدیه. امروز بخش بزرگی از فعالین کارگری ما، این اعتصاب دهندگان این تظاهرات کارگری، اعتصابات کارگری، کاملا متوجه این هستند که در چارچوب این نظام و با این بورژوازی که وجود داره امکان رفاه اجتماعی ولو در رقیق‌ترین شکل خودش وجود نداره و این رو باید سرنگون کرد. سرنگونی با جهتگیری ضد سرمایه‌داری برای رفتن به طرف چیزی دیگر، نمیگیم که میدونیم که برنامه دقیقی که هست چیه، ولی جهتگیری ضد سرمایه‌داری و اینکه با این افشار موجود کلان سرمایه‌داران ما کوچکترین به اصطلاح سازشی رو نمیشه کرد، اونها کاملا پذیرفتن. در مقابل اونها نهله‌های متعدد سوسیال دموکراسی در ایران سراب فروشی میکنن و این رو تبلیغ میکنن که چنین چیزی ممکن هست
و این همچنین ائتلافی ممکن هست بدون اینکه ابزار اون رو، یعنی سازماندهی مستقل توده زحمتکشان باشه و روش پافشاری بکنن یا براش اقدامی بکنن. من میدونم که با صحبتایی که من کردم بسیار بحث برانگیزه و بسیار مسائل متعددی رو میشه گفت. حتی صحبتایی که من کردم، حتی نگاه میکردم بعضی از تیترهای من هنوز گفته نشده، اما من چون دیدم ساعت رو گذاشتم جلوی خودم که در واقع این دشمن اصلی من موقعی که جلسه داریم، یعنی مسئله ساعت، از حد معین بالاتر نره، به من اجازه داده بودن که حد اکثر تا 1 ساعت صحبت بکنم. 6 ثانیه مونده به این 1 ساعت، یعنی که از همتون تشکر میکنم و امیدوارم فعالانه توی بحث شرکت بکنید. سوالی چیزی هم باشه من قاطعانه و قطعاً در بخش دوم خودم به همه سوالها پاسخ خواهم داد. درود بر شما. بسیار بسیار متشکرم از شما بهروز جان. خسته نباشین.